با یه دوبله حرفه‌ای از مستر بیست در خدمتتون هستیم. بریم بدون معطلی ببینیم و لذت ببریم. این رسما قایق توه. آره مبارکت باشه. ولی مسئله‌ای که هست اینه که من میخوام با همه توانم نابودش کنم و تو باید ازش در مقابل شلیک 100 تا توپ، انفجارهای بزرگ و چیزای دیگه محافظت کنی. حتما شوخیت گرفته. و دقیقاً 24 ساعت وقت داری تو برای قایق دیوار دفاعی بسازی. شمارش معکوس شروع شد. موفق خیلی باشی. خوب. ببینیم قایقش غرق میشه یا نه. شان با کارت بانکی من در جا کلی تجهیزات خرید و شروع کرد به ساختن دیوار دفاعیش در مقابل 100 تا شلیک توپ. بگو ببینم نقشت چیه؟ میخوام یه دیوار بزرگ بسازم که زاویه‌اش رو به توپاست. و بعد از اینکه کل شب با تو صبح مشغول بودیم 24 ساعت هم دیگه تموم شد و شان باید کم کم آماده میشد. از اونجایی که وقتمون تموم شده باید توپا رو شلیک کنیم. آیا دیواری که شان ساخته از قایقش مقابل شلیک 100 تا توپ محافظت میکنه یا باید این ویدیو رو با یه بازیکن دیگه دوباره ضبط کنیم؟ مرحله 1 از 4 شروع شد. استرس دارم. خیلی خوب شان، قراره که 100 تا توپ به سمت قایقت شلیک کنیم. ترسناکه. آماده باشید. شلیک! گلوله توپ، اونم توپ نمیدونم 100 سال پیشه، 150 سال پیشه. یه جوری کانتینر رو سوراخ کرد، همه چی از بین برد، رفت تو قایق. فکر کنم از اون طرفش هم در اومد. پسر تموم اون کانتینرها رو جردم. توپا دیوار دفاعشو مثل کراب کردن. نابود شدم پسر. انگار یه تیکه از روحم از دست و دادم. همراه یه تیکه از قایقت. اوه اوضاع دیگه خیلی خیته. توپا دیگه رسما دارن قایقو نابود میکنن. توپا دارن پارم میکنن. اون دوام نمیاره. مطمئنم غرق میشه. ما به شلیک کردن ادامه دادیم و تقریبا دیوار دفاعی شان رو سوراخ کردیم. این توپا خیلی بدتر از چیزی که فکر میکردن. و بعد از گذشت 3 ساعت طاقت فرسا 3 ساعت طول کشیده این. خدا کنه قایقم سالم نمیدونم باشه. چطور ولی قایق شان دووم آورد. فقط یه سوراخ کوچولو و یه میله در اومده. یعنی یه توپ صاف خورده به اینجا. وای. البته این فقط بخشی از صدمات بود. هموم قایق شان کاملا نابود شده. ببینید چه بلایی سر آینه اومده. 3 تا توپ به قایق اصابت کردن ولی به هر حال مرحله اول رو پشت سر گذاشتیم. از 100 تا فقط 3 تا؟ خوبه که. نه، قراره که قایقتو به 7 روش سامورایی داغونش کنی. باشه. و اگه فکر میکنی باهات شوخی دارم بذار نشونت بدم. بمبا رو بیارید. فکر میکنه که همین، فقط همین یه مرحله است. اوف. تا 24 ساعت دیگه اون 15 تا بمب دریایی دور قایقت منفجر میشه. اوه نه. و باید بگم که این بمبا رو قبل از ویدیو امتحان کردیم. از چیزی که فکر میکنی خیلی قوی تره. 15 تا بمب اون بزرگی دور قایقم، چطوری ازش محافظت کنم آخه؟ فعلا میرم تو قایقم که دورش با بمب محاصره شده یه استراحتی کنم تا صبح سر حال باشم. شان فردا صبح بلند شد و بلافاصله دست به کار شد ولی به خاطر طوفان نتونست از جرثقیل استفاده کنه. واقعا نامردیه. امروز همه کارا رو با دست انجام چجوری میدم. میخوای قایقا بپوشونی ها؟ با تشک. نقشه بزرگ شان تشکه و کارگراش هرچی تشک تو شهر بود و خریدن و چش بازار رو در آوردن. چقدر تشک؟ بیاید ببریمشون عقب قایق. برو که رفتیم. دور تا دور تشک. هر سانت باید تشک نمیشه باشه. قایق صداش کرد، یه جورایی تپه تشکی شده. تا 2 ساعت دیگه بمبا رو منفجر میکنیم و به نظرم شان اصلا آماده نیست. چقدر سنگینن. اگه جرثقیل داشتیم کارمون آسون تر بود. میدونی اگه تو آب نبودیم چقدر کارمون آسون تر بود؟ آره. وقتمون داره میره. اصلا خوب به نظر نمیاد. 3 2 1 وقت تمومه. این دیگه تهش بود. خب اینجا تشک داریم با بشکه های آب. کارل میشه گوششو بگیری؟ احمق، من بمب آوردم رفته با دوشک محافظت کنه. از چشات میخونم که فکر میکنی این جواب نمیده. آره آره؟ حالا ببینیم قایقت به فنا میره یا نه. حرف آخره یعنی قیافه مسترویس خیلی باله. یعنی ناامیدانه نمیدونه چی بگه، یه چیزی بگه که دل یارو خالی نشه ولی دیگه حقیقت گفت. آخره چی؟ شکلاتو بدی بهم؟ 2 بار برود خندیدم پر رو شدی. باشه. 3 2
یک بترک. یا تایتانیک. امکان نداره سالم مونده باشه. بودو بریم ببینیم چی شد. قایقم واقعا خوب به نظر میاد. هنوزم سر پاس. بچه. فقط تشک‌ها رو سوزوندم. همینطوره. مطمئن نیستم چی بگم. به هر حال این تشک‌ها واقعا جلوی بمبا خوب دووم آوردن. حالا مرحله سومو در پیش داریم. این حمله 3 بخش مختلف داره. قراره میلیون ها فشفشه مستقیم به سمت قایقت شلیک کنیم که پشتشون هم کلی تیر آتشی از بالا شلیک میشه و در آخر قراره که از آسمون روش توپ آتیشی بباره. قراره پاره بشی. دیگه استراتژی‌های شان یه خورده جدی‌تر شده. اون به کارگراش دستور داد که باید اول اون کانتینرها رو یه جای خوب بکاریم برای مرحله سوم. بعد کارشون هم نیاز به کلی استراحت داشتن. حالا دیگه تیر و توپ و فشفشه هر چی که میخواد بشه. نقشه چیه ها؟ نقشم اینه که کانتینرهای بیشتری بیارم و یه دیوار بزرگتر بسازیم. فقط امیدوارم دیوارم به اندازه کافی بلند باشه که بتونه جلوی حمله رو بگیره. واقعا ساده است. کل نقشت ساده است. امروز روز منه. حسش میکنم من قویه. اعتماد به نفس دارم. خوبه. در مقایسه با مرحله قبلی خیلی خفن تره. واقعا سنگ تمام گذاشتی. آره بلا. پسر. از یه سازه عجیب که باعث شد توپ قایقتو سوراخ کنن رسیدی به همچین چیز درازی که شاید کار کنه. تازه الانم داره با کمک پمپ آب دریاچه رو میریزه رو تشک‌ها تا خیسشون کنه. بیا این دیوار دفاعیشو از یه زاویه دیگه ببینیم. خب من واقعا میترسم چون بالای یه چیز درازم. خب این دیوار آهنی 12 متره که البته توپای آتیشی از بالاش رد میشن و مستقیم میخورن به قایقش. دیگه غرق میشه. درست نمیگم؟ نه خیال کردی. داداشم چندلر، فرض کن که تو یه منجنیقی با توپای آتیشی بزرگ. گرفتم. آماده؟ هدف؟ شلیک. خوب بود. آره خورد بهش. کار قایق تمومه. فکرشم نکن. قشنگ دل یارو رو خالی کرده. بابا بذار بنده خدا یه ذره تو آرامش بشه. به اندازه کافی استرس داره. خیلی خوب بگو ببینم چرا انقدر مطمئنی؟ هنوز 30 ثانیه وقت داری و این دستبیل بغل من وایسادی. آماده این دیوار دفاعیمون هم که ساختیم. تشکرم که خیس کردن. لازمه که 20 ثانیه صبر کنیم. نه شروع کنیم. بریم تو کارش. وقت تمومه. مرحله سوم آغاز شد. ما اینجا منجنیق داریم، تیر آتشی و کلی فشفشه. ببینیم قایق آتیش میگیره یا نه. فشفشه ها رو آماده کنید. وصیتی داری؟ موفق باشی. فشفشه ها رو بیفشانید. خدای من. چه افشوندنی وای. فیلم شده پسر. فشفشه ها رو ببین. چقدر خوشگله. تا این فشفشه های خوشگلمون میترکن میخوام بهتون بلونستاور دیفنس 6 رو معرفی کنم. بلونستاور دیفنس 6 یک بازی که خودم وقتی نوجوان بودم بازیش میکردم. وای خدای من. بی شوخی وقتی 15 سالم بود این بازی رو سر کلاس بازی میکردم. داره از قایقش دود بلند میشه. و حالا با 6مین نسخه بازیشون برگشتن. بلونستاور دیفنس 6. باورم نمیشه. ممکنه خدای من. اگه تا حالا این بازی رو نکردید خلاصه بگم که فقط باید با استفاده از قهرمان‌ها و ساختن برج‌های میمونی توی نقشه از خودتون دفاع کنید. دیگه به نظرم وقت جشن گرفتنه. فشفشه خوردم به قایق. به احترام مستر بیست ما این تبلیغات رو گذاشتیم توش بمونه و فکر نمی کردم کل برنامه رو اومده از روی بازی طراحی کرده. واقعا یه تاور دیفنس تو دنیای واقعیه. بریم ادامه. دقش نوبت تیراز. حالا وقتش 1000 تا تیر شلیک بشه. دوستان من تیرا رو بیفشانید. او اکثر مفتاده ها. همه تیرا دارن از دیوار رد میشن. هنوز مونده جیگر. منجنیقا رو آماده کنید. آماده اید؟ به لطف اسپانسرمون چیزی که قراره با منجنیق شلیک بشه بالونه. البته با آتیش. برو که رفتی. در واقع توپ بولینگ آتیشی. آماده شلیک. یا خدا. صاف داره میره تو قایقش. توپ اول خورد به کانتینر. برو بریم پسر. اگه خواستید چیزی توی بازی بخرید از کد تخفیف مستر بیس استفاده کنید. از من حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری مثل این بسازم.
بلون ساور دیفنس رو دانلود کنید. اگر همین الان دانلودش کنید یک پک مستر بیست رایگان دریافت میکنید. خدای من. دیگه کار قایقت ساخته. شان دارم نگرانت میشم رفیق. من که حالم خوبه، البته مطمئن نیستم. این بالونه خیلی سنگینه. این هیچ چیز شبیه بالون نیست. فکر کنم تا حالا از این بالونا ندیدی. هر چی که باشه قراره به فنا بره. بزن بریم. اگه فقط یکی از منجنیقا به قایقشان برخورد کنه این ویدیو تموم میشه. خیلی نزدیکتر از چیزی بود که فکر میکردم. آخرین منجنیقم شلیک کنید. اوه عجب شلیکی. وای افتاد تو آب. تنها چیزی که امروز سوخت دماغتون بود. های زهی خیال باطل. شاید الان بخندیشان ولی اصلا برای مرحله آخر آماده نیستی. یکی خورد روی کانتینر، یکی از قایق رد شد، یعنی نشونه میگرفتی نمیتونستی بالای کانتینر رو بزنی. تا 24 ساعت دیگه قراره که با اسلحه به قایقت حمله کنیم و حسابی سوراخش کنیم. سوالی راجع به مرحله 4 نداری؟ البته اینم باید اضافه کنم که همه سلاحایی که تو الان توی این ویدیو استفاده شده دوباره استفاده میشه. فشفشا، منجنیقا، تیرکمونا و توپامون. یعنی 100 تا توپ دیگه هم داری؟ بله، و به جای اون چند تا بمب یه بمب نیمه هسته‌ای هیدروژنیه بدون مجوز غیرقانونی جزیره کش برات داریم عزیز دلم. همه اونا تازه با شلیک اسلحه؟ آره. امروز مرحله 4 چالش برگزار میشه. نقشه کلی اینه که هرچی دم دستم بیاد و بین قایقم و منطقه حمله قرار بدم. از باقی مونده کانتینرها برای پوشوندن شکافایی که ممکنه گلوله ازش عبور کنه استفاده میکنیم. اون کانتینر واقعا جای درستی قرار گرفته. هر چقدر که بتونیم از خاک برای ساختن یه دیوار غیر قابل نفوذ استفاده میکنیم که توپا اصلا به کانتینر رو اصابت نکنن. همه این چالش ها رو میخواد تو سر این بنده خدا دوباره از اول خراب کنه، اونم همه با هم تو یک زمان با یه بمب گنده. دیگه نمیدونم این میخواد چیکار کنه. بریم ببینیم چی میشه. و از اونجایی که بمب هیروشیما قرار از پشت منفجر بشه بقیه وقتمو صرف قرار دادن بشکه‌های آب دور تا دور قایق میکنم. این چالش واقعا سخته. خب از خونه که دورم، دلم برای خانواده‌ام تنگ شده و آبم که کلا اوضاع رو سخت‌تر کرده، چون نمیشه همینجوری بری سمت قایق و هر چی میخوای بذاری توش. همین کارمون رو سخت کرده. اون بمبم بعد جور نگرانم شان شده. کلی لایه حفاظتی برای گلوله ها داره، یه تپه شنی با کلی چیز دیگه برای توپا و اون دیوار مشهور بلند برای منجنیقا و تشک های خیس. 5 4 3 2 1 همه یه وایسید. وقت تمومه. امیدوارم همش یه خواب بد باشه. واقعی جیگر، با اینکه کار من نابود کردن قایق توه ولی از ته دل امیدوارم که برنده بشی. از وقتی بچه بودم همیشه دوست داشتم یه قایق اینجوری داشته باشم. فقط باید این مرحله رو پشت سر بذارم بعد میتونم برم. اگه دقت کنی 100 ساعت پیش قایق معمولی داشتیم ولی حالا نگاش کنید نمیدونم چجوری انجامش دادی. ببینم تو نگرانی؟ نه اصلا منطقی نیست که نگران نباشه. این مرحله از چالش ممکنه براش کابوس بشه. خب اسلحه آماده. در کنار این اسلحه ها 100 تا توپ داریم. یه بمب بزرگ داریم که قدرتش اندازه 15 تای قبلیه و کلی فشفشه، تیرکمون و منجنیق، همه در کنار هم. شلیک کنید! خوردن به قایق اونجا رو نگاه کنید. اونا دارن دقیقاً از بین شکافا شلیک میکنن. و از اونجایی که گلوله های کم کسل کنندن یه نفر اشتباهاً یکی از فشفشه ها رو شلیک کرد و نتیجه این شد. انگار قراره قایق به فنا بره. داره چی میخوام میشه؟ باهات رو راست باشم شان. فکر نکنم قایق دووم بیاره ولی فکر کنم وقتشه که بریم مرحله بعد. توپا رو آماده کنید. ببینم از سری قبل که توپا رو شلیک کردیم درس گرفتی یا نه. شلیک کنید. یکیش خورد. دیگه دارم میترسم. با اینکه یکی از توپا خورد به قایق، باقی توپا به وسیله تپه خاکی دفع شدن. البته دیوار دفاعیش مقابل منجنیقا خیلی مقاومت داشت. حتی یه توپ آتیشی رو هم دفع کرد. گرفتمش. وایسا ببینم اون کانتینر اونو گرفت. اینجوری که ما داریم پیش میریم قراره کل شب طول بکشه. به نظرم بهتره که همه رو یه جا شلیک کنیم. آره میخوام توپا، فشفشه‌ها، تیرا، منجنیقا همه رو همزمان شلیک کنید. خب 3 2 1 همه رو شلیک کنید.
ببین چه دودی بلند شده، انگار جنگ جهانی سومه. خب میشه بگی چقدر قراره طول بکشه جیمی؟ دارم شکست عشقی میخورم پسر. انقدر دود بلند شده که هیچی معلوم نیست. تو قایقشان تیکه پاره میشه یکم شکلات بخوریم، تو پا رو شلیک کنیم. شانت الان هر چی که میشد به سمت قایقت شلیک کردیم، ولی مثل همه ویدیوهای یوتیوبی که ضبط کردم بهترینش رو برای آخر نگه داشتیم. البته اینجا باید بگم که بدترینش. 14 تا بمب مرحله قبلی رو با هم یکی کردیم و یک ابر بمب درست کردیم و سوار یک قایق کنترل از راه دورش کردیم که مستقیم میره سمت قایقت. این انفجار قراره که خیلی بزرگ باشه، خیلی خوب. اونهاش خدایا. بله خیلی باحال بود. وای بریم ببینیم سالمه یا نه. بریم قایقمو ببینیم. ببینید قایقش چه مقاومتی کرده. من تالا کارهای عجیب زیادی کردم ولی تالا همچین تجربه‌ای نداشتم. نگفتی دیوارم باید خوشگل باشه که؟ و بعد از اون همه حمله قایقت هنوزم شناوره. البته به نظر میاد که چند تا توپ و گلوله ها بهش اصابت کردن. آره. خب کیفا رو بیارید بچه‌ها. اینم $50,000 آره که میتونی باهاش قایقتو تعمیر کنی. آره این سرویس واقعا نامرد نیست. هم بمب و برد اون پشت کانتینرها منفجر کرد به جای اینکه جلوی آب منفجر کنه، هم $50,000 به یارو داد که قایقشو تعمیر کنه. قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم بیننده ها میخوان بدونن که اسم قایق جدیدت چیه. خب راستش اسمش جهت اطلاع بگم که بعد از ضبط ویدیو دریاچه رو مثل روز اولش تمیز کردیم. فقط تو رو خدا سابسکرایب کنید تا بازم براتون دوبله بذاریم. یه استدیوی حرفه‌ای این ویدیو رو دوبله کرده که پروژه های دیگه هم باشون داریم. پس یادتون نره که لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای دیگه جا نمونید.